سلام، مهمان برنامه امروزه ما آینی‌حال بابانظرова است. حامی حقوق و سیاستمدار معروف نخستین زن تاجیک شد که همراه با 9 زن دیگر در امریکا با جایزه بین المللی زن شجاع قدر کرده شد. مراسم تقدیم جایزه که از طرف وزارت امور خارجه امریکا تأسیس شده است روز 4 مارس در واشنگتن برگزار گشت و آن را به آینی‌حال بابانظرова خانم اول امریکا میشل اوباما تقدیم کرد. مؤسسان جایزه میگویند سر از سال 1997 از زمانی که جنگ شهروندی تاجیکستان خاتمه یافت، بابانظرova با سرسپردگی برای حل مشکل مهاجران، مقام زن در جامعه تاجیک و ریشه‌کن کردن شکنجه در محبس و بازداشتگاه‌های تاجیکستان تلاش ورزیده است. من با یک بار فکر کردم که مسئولیت من خیلی زیاد می شود، چون که بعد مردم از تو بعضی امیدها میکنند، اساساً که برای حمایت انسان جایزه برای من سپرده شد. اکنون دیگه فکر میکنم که من هر مسئله رو بتوانم اجرا کنم، اما خیلی البته کاری مشکل است. بابانظرova نخستین زنی می باشد که همچون نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشبری شد. در انتخابات تیر ماه سال 2013 ستاد بابانظرova موفق نشد برای ثبت نام او امضای کافی طرفدارانش را جمع کند، ولی جدل و کوشش‌های بابانظرova در این معرکه میتواند برای هواداران دموکراتیا و به ویژه زنان کشور چون نمونه برای پیروی خدمت کند. آینی‌حال بابانظرova از محدود شخصیت‌هایی است در تاجیکستان که دیگر شخصیتش متعلق تنها به خود او نیست. آینی‌حال بابانظرova یک سیمای دنیوی است و بارها به ضرورت جدا بودن دولت از دین تاکید کرده است. در پی امضای سازشنامه صلح میان تاجیکان در سال 1997 اتحاد مخالفین بر اساس سهم 30% در حکومت خانم بابانظرova را به مقام بلند در دادستانی پیشبری کرد، ولی او پیشنهاد را نپذیرفت. نیروی اصلی که در انتخابات سال 2013 او را به مقام نامزد ریاست جمهوری پیشبری کرد محض حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. پیشنهاد زن به مقام رهبری دولت در تاجیکستان در داخل حزب نهضت هم بحث برانگیخت، ولی بابانظرova میگوید خوشحال است که اسلامی‌های تاجیک مقام زن را اعتراف میکنند و تلاش‌های ناکامش در انتخابات پرزیدنتی خود یک تجربه نادر بوده است که احتمالاً صدها زن دیگر را به تلاش در جامعه مردسالار تشویق میکند. در حقیقت این حکومت از رقیب میترسد. سال 2004 بابانظرova سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس را تأسیس داد و در شرایطی که زندان‌های تاجیکستان برای سازمان‌های مستقل بسته است، این حامی حقوق برای حفظ حقوق محبوسان و بازداشت شده‌ها و مبارزه برای محو شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تاجیکستان سهم بزرگی گذاشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های غیر دولتی خصوصاً با اونهایی که حامی حقوق انسان هستند و نخورده است و حتی اون مجلس‌هایی که میشود یگان نفر دعوت کرده نمیشوند، حالا که مقصد ما هم کمک و همین حکومت است. بابانظرova در سال 1948 در ناحیه یاوان به دنیا آمد. در سال 1971 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی را ختم کرده است. او تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علوم تحصیل کرده برای دفاع از رساله نامزدیش به حیث استاد در رشته حقوق دانشگاه ملی به کار پرداخت و تا مقام دکانی این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تأسیس حزب دموکرات یکی از پایه‌گذاران این حزب شد. به حزب دموکراتی تاجیکستان پیوستم در دوره از همه مشکل. من اعضای همون ریاست حزب دموکراتی تاجیکستان بودم و برای عقیده هایم یک کمتر حبسم شدم، یعنی که یک ماه حبس بودم. بغیر از این 3 سال باید جای استقامت خود را ترک نمی کردم. اساساً بدتر من حامی حقوق انسان شدم. بابانظرova از سال 1996 تا سال 2004 وظیفه مشاوری حقوقی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را بر دوش داشته است. صرف نظر از مصروفیت دائمی با کارهای جمعیتی، بابانظرova در حیات به عائله اولویت می‌دهد. شوهر او جنیدالله عبادوف از حقوق شناسای معروف تاجیک است. خود خانم بابانظرova از دخترش پروینه و پسرش جاوید 4 نبیره دارد.
شاید از اینجاست که بعد گرفتن جایزه زن شجاع او از زیارت 10 روزه آمریکا دست کشید و به عیادت مادر بیمارش به تاجیکستان برگشت و خانه را اولادتر دانست.